این داخل مسجد جمعه دهی بود که من این ستون قدیمه این مسجد زیاده 1000 سال عمر دارد. بیشتر آدم ها همینجا جمع شده صحبت میکردگی، نماز میخوندگی، تعلیم میگرفتگی. من حاضر اینجا با مردم سال کمتر جمع میشن، فقط روزهای جمعه با من چند بیناهاش هست اینجا. من این مهمان از ایران آمده در اومد، اینا حتما جای قدیمی نوار بمیگیرن، برای که تاریخ فراموش کرده نمیشد. باید ما تاریخی هر یک دیهای و کشور و شهر رو باید دانیم. من این قسمتی دیگری مسجد، من امروز با مسجد به کامیرا هم موندگی هستم. زمانه کنون دیگر گشت و من هم دیگر گشتم. عصا بیار که وقتی عصا و انبان شد. زمانه تغییر یافته میستند، آدم ها تغییر یافته میستند، حیات دایم در تغییر پذیری هست. برای همین باید ما همه چیزهای تاریخی حفظ کنیم، برای نسل های آینده این خاطره های نظم بیارد. من این بالا پوشی بنا سلامت باشید، 100 ساله شوید.